آقای نظر محمدی باید در مورد یه سری مسائل، در مورد سری حرف قبلا زده توضیحاتی ارائه بده. حقیقتی که وجود داره اینه که ایشون حالا با هوادارهای تیم ما وقتی میان صحبت میکنن در مورد اون یکی تیم صحبت میکنن، میگن اونا فلانن بسیارن. شنیدیم با هوادارهای اون تیم میرن صحبت میکنن در مورد هوادارهای ما، میگن که اینا فلانن بسیار. خب این خبرها به هر حال منتشر میشن دیگه. به نظر من اصلا جدا از این که آدم بخواد با حرفی دل کسی رو به دست بیاره، باید با عملکردش به دست بیاره. نیاز به این نداره که تو یه سری حرفایی بزنی که یه جمعیتی که میدونی خوششون میاد از خراب کردن یه نفر دیگه مثلا با این روش پیش اونا درست نیست واقعا. اما شما هر بار منو پس زدید. با شما همه چی ممکنه. با شما جام باشگاه آسیا هم ممکنه. اینقدر شما بی‌نظیری. عمری اگر باقی بمانسته این سود مورد طلب داریدی همه شما. این سود شما تیم برشتید از لیگ سه تو تیم آورده بگیرید. استخونای منو 3 فصل خورد کردیم. صدای خورد شدن تک تک استخونای خودمون رو تو هر بازی تو پایان هر فصل شنیدم. همین چیزی که اینا گفتن درسته. چی بگم؟ از کجا شروع کنم؟ خب دو تا بازی قبلی رو به
بنا به دلایلی نتونسته بودم بیام، به دلایل کاری، چون که بازی اول و توی تایم کاری بودم که یه جوری نمیتونستم برسم و بازی نیروی زمینی بود و بازی با نساجی هم یه مورد انبارگردانی داشتم. از تقریبا 4 صبح فروشگاه بودم تا نزدیک ساعت بازی و دیگه بعد میرفتم خونه و یه نهار میزدم میمادم، ولی بعدش دیگه رفتم خونه، جنازه شدم افتادم. دیگه بیدار شدم دیدم ساعت 6 خورده و بله چه اتفاقاتی افتاده من ازش بیخبرم. واسه این اتفاقا افتاده من نتونستم بیام و تو این بازی باشم و شاید باعث خیر بود، چون شاید مخصوصا تو بازی با نساجی شاید یه سری از اون اتفاقایی که بعد بازی افتاد واسه منم میافتاد. خودشم میگفتم آره هوا اقتضا کرد که با اینکه هودی وجودم میرم کلا لبه دارم بزنم یه تیپ عجیب غریبی بشه. و هر حال متاسفانه بازی قبلی مقابل نساجی شکست خیلی سنگین خانگی داشتیم 5-1 و ما تو خونه هیچ وقت با این نتایج شکست نخورده بودیم. در واقع تو خونه هیچ وقت 5 تا نخورده بودیم، تو خونه هیچ وقت اختلاف گلش بیشتر از 3 تا نبود. همه این اتفاقا متاسفانه تو بازی قبل افتاد و این فقط یه قسمت ماجرا. متاسفانه قسمت دیگه ماجرا اتفاقاتیه که در میانه بازی و پایان بازی افتاد، درگیری‌های شدید فیزیکی رو که رخ داد و یک نفر آدم که طبق معمول خودشون مظلوم نمایی زد و 4 تا حرف احساسی میزنه و 4 تا کامنت از آدمای بی اطلاع میگیره. من نمیدونم الان از حرفایی که میخوام بزنم چقدرش قرار منتشر بشه، چقدرش قرار کات بشه. واقعا دیگه خودم حالم به هم میخوره بخوام حرفی بزنم. فکر کنم بیشتر حرفایی که میخواستم بزنم تو مطلبی که توی بارش اسپورت منتشر کردم اونجا زدم. منتها این چیزی بود که قابل پیش بینی بود. حالا ما دوست نداشتیم فکر کنیم که اتفاق میفته، گفتیم شاید حالا فرم تیم عوض بشه اینا، برای وقتی بعد چند بازی تیم همون نتایج همیشگی رو داشت میگرفت و از در بردن بازی‌ها ناکام بود، دیگه قابل پیش بینی بود که این اتفاق بیفته. ولی از اونجایی که هوادارا نمی‌اومدن استادیوم و محروم بودن این قضیه لبریز نمی‌شد. اما متأسفانه اتفاقات بدی افتاد، توهین‌های بدی از طرف خانواده آقای نظم‌علی و خود شخصیشون به سمت هوادارا روانه شد، درگیری‌های فیزیکی زیادی ایجاد شد، درگیری‌های هم با خبرنگارای کنار زمین از جمله علیرضا مؤید انجام شد توسط برادران نظر محمدی. خواستن به زور خلاص گوشیشو بگیرن و چیزایی که فیلم گرفته بود پاک کنن و متاسفانه اتفاقات تلخ تو این برهه زمانی، یعنی چنین برهه تاریخ همچنان داره میفته. یعنی یک سری با لاس بازی قلدر بازی میان که حرف خودشون رو کرسی بنشونن و بعد بخوای جسارت این هم داشته باشی که بعد تمام حرفای مفتی که زدی، تمام کارهای اشتباهی که کردی، بیای پشت بلنگو بشینی و خودتو به میرزا مقایسه بکنی. ببین حالا در مورد دیدگاه تاریخی که مردم در مورد میرزا کوچک دارن دیدگاه متفاوت، من زیاد حرفی نمیزنم، ولی میرزا کوچک فکر نکنم میرفت که مثلا 7-8 نفری یه نفر محاصره بکنن و الکی کتکش بزنن و به زور حقش رو بخورن. میرزا کوچک از این کارا نمیکرد، خودتو مقایسه نکن. و والا تا قبل اینکه ما نمیشینیم شما اصلا حرفی از میرزا کوچک و اینا بزنی، احتمالاً یه نفر این چیزا رو بهت یاد داده، همونو. و واقعا معنی این همه کلی بازی مشخص نیست. مثلا من به خاطر شما اومدم من فوتبال میذارم کنار. آقا اومدی هدایت تیمو به عهده گرفتی و نتیجه نگرفتی دیگه. قراره که تیم همینطوری بره با کله پایین و ما شما رو حمایت بکنیم، با واقعیات خلاصه باید روبرو بشیم. واقعیت این بود که نتایج شما خوب نبود و حضورتون هم تأثیر مثبتی نداشت، هم نه حضور هیچ کس دیگه و نه حضور مربی دروازه‌بانتون که ایشون هم یه هر درگیری فیزیکی با خبرنگار ما ایجاد کرد
خلاصه این چیزا بی جواب نمیمونه و امیدوارم که واقعا ایشون و خانواده‌اش ما دیگه دور و بر داماش نبینیم. و اما حریف امروز اون توی جام حذفی با تیم هورسپور ارومیه بازی داریم که تیمی از دسته چهارمه، هم مرحله اول لیگ 3 که قبلا وجود داشت. این تیم تونست در مرحله قبل در ضربات پنالتی نفت مسجد سلیمان رو حذف کنه، پس تیم دست و بسته نیست. امروز هم کلی هوادار آوردن از ارومیه که حرکات موضوعشون رو یه خورده قبل‌تر دیدیم. با توجه به هر حال نتیجه که مقابل مسجد سلیمان گرفتن نمیتونیم بگیم که تیم دست و بسته ان. با توجه به فرم فعلی داماش ما نمیتونیم بگیم که بازی رو از پیش بردیم. باید دید که آیا رفتن مربی قبلی باعث میشه که شوک مثبت تو تیم وارد بشه یا نه. حالا میگن در ادامه قرار آقای داوود مهابادی بیاد سرمربی تیم داماش بشه. امیدوارم که از این به بعد روند رو به رشد داشته باشیم. کم کم تماشاگرها دارن میان. با توجه به پرنمایی های اخیر داماش خیلی انتظار ندارم پر بشه، ولی امیدوارم امروز حداقل با سرافکندگی خونه نرم. ببینین چی پلیکی بنر 2 تا هم زدن اینجا توی باشگاه ما. اینا میخوان برن تو سطح شهر بنر بزنن واسه تبلیغ بازی، انتظار دارن هوادار بزنن. واقعا که تا این لحظه استقبال زیادی از این بازی نشده، البته با توجه به ساعت بعد بازی و کم اهمیت تر بودن این بازی و نتایج اخیر داماش تقریبا قابل پیش بینی بود. خب بازی از لحظات پیش شروع شد و جام حذفی در واقع برای داماش شروع شد. انتظار قهرمانی نشد. خب کم کم بنرهای جایگاه توی مستقر شد. تقریبا 35 دقیقه گذشته از بازی و هنوز گلی رد و بدل نشد. داماش هنوز نتونست گل بزنه. حالا حمله‌های دست گریخته‌ای داشتیم ولی به ثمر نرسید و این بازی میتونه طولانی بشه اگه بخواد به همین روند ادامه بده. شاید تا پنالتی هم بره. پرچم هم داره کم کم میاد. خب نیمه اول 0-0 تموم شد اما هیچ گل به تیم دست چهاری هم نتونستیم بزنیم. دیگه چقدر اوضاع تیم خارش میشده، ولی خب تیم نسبتا بد بازی نکردیم. خب مقابل تیم دست چهاری زشته که بگیم بد بازی نکردیم. باید تا الان 1-2 تا گل میزد حداقل. گفتن آقای داوود مهابادی که تقریبا اومدنش به داماش قطعی شده
در جایگاه نشسته در کنار رضا کاردوست. احتمالاً به زودی خبر رسمی حضورشون اعلام میشه. امیدوارم که عملکرد خوبی داشته باشن. نتایج آخرش که لزوما خوب نبود. با این حال تجربه زیادی دارنشون. باید دید که اینجا به کار میاد یا نه. امیدوارم که به کار بیاد و یه شوک مثبتی به تیم داده بشه، چون پتانسیل موجوده اما یک هدایت درست میخواد این پتانسیل که تا الان موجود نبوده. نیمه دوم لحظاتی شروع شده. اینجا هم یک موقعیت داریم. میلاد روین خیلی هیجان داره. نزدیک بوده. چجوری این موقعیت ها گل نمیشه من نمیدونم. یه خیلی داره عجیب میشه. گل هم زدن که آفساید گرفت. بالاخره چراغ اول دقیقه حدود 60-61 روشن شد. یه موقعیت حساس دیگه هم داشتیم الان که بازیکن زدن بالای دروازه و آفساید هم بود. ولی خب دقت ضربات آخرم خیلی پایینه و این داره واسه ما یه معضل میشه. دوباره زده شد و 6 دقیقه هم وقت اضافه اعلام شده. فکر دیگه این بازی وقت اضافه و پنالتی نمیشه مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته. و پایان بازی با نتیجه 3-0 به سود داموش. اولین برد فصل بود آقای معید. من در حال پست کردن محتوا هستم برای دوستان توی اینستاگرام. خب رفتنی که واقعا هیچ کدوم تو مود حرف زدن نبودیم علی رضا. حالا فکر کنم الان بشه خود راحت‌تر صحبت کرد. چی فکر می‌کنی؟ من نمیدونم تو چه چیزهایی گفتی بیشتر. بعداً باید ادیت کنی برام بفرستی. اونم مهم نیست. در مورد بازی. در خصوص بازی ببین حالا آقای مهدوی این بازی به هر حال نقش سرمربی رو داشت ایفا می‌کرد به نوعی. یعنی در رأس کادر فنی بود و واقعا هم نمیشه انتظار داشت اصلا توی 2 جلسه تمرین اتفاقات عجیب و غریبی بیفته. از نظر فنی به نظرم از نظر فنی تیم فرقی نکرد حقیقتا. حالا درسته که نتیجه حاصل شد ولی خب در مقابل تیم لیگ 4 اینم کجایی بودیم؟ تیم حریف هم دقایق آخر کم بود. آره واقعا خسته بودن تیم حریفم. خوبم بازی کردن انصافا به نسبت سطحشون. انصافا کمتر انتظار داشتم. من ببین از نظر فنی نمیتونم تحلیلی بکنم در خصوص تیم بازی، ولی اینکه تیم نتیجه گرفت، نتیجه پرگل هم بود به نسبت، خب این خوبه دیگه. از نظر روحیه تیمی خوبه و به نظرم اتفاق مثبتی بود که باید میافتاد. بازیکن‌ها به نوعی داشتن کم استرس بازی می‌کردن. از این نظر به نظرم خیلی خوب بود
و امیدواریم که لیگ رو همینجوری ادامه بدن. یه سوال دیگه نگاه کن، با توجه به اتفاقاتی که خلاصه برای کادر فنی قبلی پیش اومده دیگه باید یه خورده به هر حال موضع بدون ملاحظه‌ای داشته باشیم، در واقع اون چیزی که حقیقت می‌بینیم رو بگیم. در مورد داوود مهابادی چی فکر می‌کنی؟ ببین داوود مهابادی شخصیه که تیم نداشته اخیراً. مربی سرمربی با تجربه هست، ولی تجربهاش مخصوصا در این اواخری که داشته سرمربیگری می‌کرده تجربه مثبتی نبوده. سر همین قضیه خب نه، من نظر شخصیم نظر مثبتی نیست، ولی خب هر سرمربی که بیاد از هر کسی که باشه ما حداقل برای شروع کارش تا حالا چند هفته اول که تماما باید حمایت کنیم طبیعتاً، و به نظرم هوادار باید این کارو انجام بده به نظرم، حالا فارغ از اینکه چه شخصیه، و اینکه امیدوارم نتیجه بگیره. امیدوارم که مهابادی هم اینجا یک سکویی براش بشه و دوباره بتونه اون دوران خوبش برگرده. حالا یه صحبت دیگه هم که هست علی، اینه که حالا هر سرمربی بیاد، اصلا من نمیدونم از سر کوچم شاید بریم سرمربی انتخاب کنیم، من فکر نمی کنم که اینجور بد باشه که توی 10 بازی بخواد میانگین از هر بازی نیم امتیاز بگیره، بعد از 10 بازی 5 امتیاز داشته باشه. حالا به اون 3 امتیازی که کم شده کاری نداریم. فکر نمی کنم که هیچ مربی به این بدی باشه. منتها مشکلی که ما الان داریم اینه که امتیازهای زیادی از دست دادیم. هیچ مربی نیست که اینقدر بد باشه و اینقدر ادعا داشته باشه. همین دیگه. الان مشکل اینه که حالا هر کسی هم بیاد، حتی مثلا چه میدونم 2 برابر اون کادر سابق هم بخواد نتیجه بگیره، باز اندازه کافی نیست. ما برای موندن خیلی به امتیاز بیشتری نیاز داریم. 100% همینطور. یه صحبتی هم که امروز با بچه‌هایی که دور و بر زمین بودن داشتم همین بود. میگفتم بعضی اوقات شاید مربی نداشتنه یه خورده بهتر از این بشه که مربی داشته باشه که همون بودنش باعث نتایج بد بشه. آره. من الان احساس میکنم اگه مثلا این شخص ایشون این بازی هم بوده، این بازی هم عذاب بیشتری میکشید. نمیدونم واقعا نمیدونم، ولی امکان پذیر هست، میگم، چون که بازیکن‌ها واقعا دیدی خودت دیگه با چه ذهنیت آزادی داشتن بازی میکردن.